درود بر شما. چطورین؟ خیلی خوش اومدید دوستای عزیزم به کافه تاروت یونیکورن. من نیکیم و تو این ویدیو میخوام وسط روز به شما یه پیغام بدم، از فرشتگان پیغام بگیرم و ببینم که پیغامی که دارن و برکتی که امروز به شما وعده و نویدش رو میدن چی هستش. خواهش میکنم لایک کنید ویدیو رو و اگر که استقبالتون خوب باشه از این ویدیوهای وسط روزی شاید تلاش بکنم که هر روز براتون بذارم. این از پیشنهادات خودتون بود. توی کامنت ویدیو قبلی خیلی گفته بودید که وسط روز هم ویدیو بذار برامون طولانی. بریم ببینیم که چی در میاد و بریم ببینیم که شما چطور استقبال میکنید و با نام خداوند ببینیم داستان از چه قراره و امروز فرشتگان برای شما چه صحبتی دارن، حرفی، سخنی، چی میخوان بهتون بگن. اوکی. ببینید من یه چیزی دارم براتون میبینم. 5 جام در اومده و 3 جام و بعد کارت شهربانو یا شهبانو. و من اینجا چی دارم براتون میبینم؟ انگار به نظر میرسه که شما اون حال خوب یا اون حس خوبی که انتظارش رو داشتید از اطرافیانتون و به خصوص به نظر میرسه توی این کارتا از رفقا، دوستانتون نگرفتید. یعنی من یه حالتی رو دارم میبینم که انگار انتظار شما برآورده نشده از دوستی ها، رفاقت ها یا از نسبت به اون آدمایی که مثلا روشون خیلی حساب باز کرده بودید. اون حس قشنگی که انتظارش رو داشتید رو نگرفتید، چون به نظر میرسه که خیلی تلاش کردید، پتانسیل زیادی میدیدید توی این آدما، ولی اون چیزی که میخواستید انگار اتفاق نیفتاده. و امپراتوریس اینجا ابرفرشته گابریل داره بهتون میگه که انگار به نظر میرسه شما لول انرژیتون با این آدما یه مقدار زیادی متفاوته و به خاطر همینم هستش که به خاطر همینم هستش که به نظر میرسه شما اون کاری که میخواستید بکنید، اون حالت روحی خوبی که میخواستید از رفقای خودتون بگیرید، اون اعتبار و ارزشی که به اونها میدادید انگار نصفش هم حتی دریافت نکردید و الان توی این انرژی هستید که خب اوکی، من تنها خودم خوشحالترم، آرومترم و اصلا نمیخوام نه به کسی لطف زیادی بکنم که بعداً بخوام درگیر این باشم که آیا فهمید نفهمید، آیا لیاقت منو داره نداره. یه همچین حالتی رو دارم توی یک همچین فضای ذهنی شما رو میبینم امروز و به نظر میرسه که آدما امروز شما رو ناامید خواهند کرد. یعنی انتظارش رو داشته باشید، انتظاراتتون برآورده نمیشه از آدم‌ها. خب با توجه به همه این حرفا و حدیث‌ها از فرشتگان توصیه میخوام برای شما برای امروزتون. واو چقدر زیبا در اومد توصیه براتون. اولا که ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا کارت کشیدم. از این 7 تا کارت 4 تاش کارت های جام هستش و کارت های جام احساسات رو نشون میدن تا حد زیادی. خیلی مشخصه که امروز روز احساسی برای شما خواهد بود و روزیه که خیلی توی قلب خودتون هستید، حالا یا خوب یا بد. این که دیگه این حس های خوب رو داشته باشید یا حس بد و غمگین و اینها، این دیگه بستگی به شرایط زندگیتون داره، ولی میخوام بدونید که خیلی احساسات امروز حرف اول رو میزنه توی زندگیتون. از طرفی داره توصیه‌ای که بهتون میده اینه که ببین اینجا شما رو با این سوکرالجسی یعنی ملکه جام شما رو نشون داده و میخوام این کارت رو ببینید چقدر زیباست توی این دک. این حالت بالهایی که تا به آسمان رفته، از درون آب تا به کهکشانها کشیده شده و اون حالت
متصل بودن به تمام کائنات رو داره نشون میده. این داره شما رو نشون میده و داره بهتون میگه که ببین تو ظرفیتت توی این جهان برای محبت کردن، برای عشق ورزیدن بسیار زیاده و اون حالت امپاتی یا همدردی، همدلی با دیگران، صبور بودنی که داری و محبتی که دوست داری به دیگران داشته باشی چیزی نیستش که با یکی دو تا حرف و با نادیده گرفته شدن ها واقعا بخواد تغییری توی شخصیت تو بده. ببینید مسئله اینجاست که شما ممکنه الان از دست یه سری آدما ناراحت بشید به خاطر اینکه اوکی محبت شما رو نفهمیدن، اوکی مثلا نفهمیدن که تو چقدر براشون خوب بودی یا چه کارایی کردی، ولی هر چقدر از اینها شما ناراحت باشید به خاطر شخصیتی که اینجا داره از شما به من نشون میده، شما شخصیت رو نمیتونید اونقدری تغییر بدید. یعنی شما نمیتونید به یه انسان بد تبدیل بشید که او همه رو آسیب بزنید و بعد برید شروع کنید به تلافی کردن یا بخواید مثلا از تو حلقومشون در بیارید. نه، این کارا رو نمیتونید بکنید. یاد چیز افتادم، یاد ترانه افتادم که توی عشق ابدی میگفت من نمیتونم آدم بدی باشم. واقعا به نظر میرسه که کائنات هم داره به شما میگه که ببین تو نمیتونی، اگرم بخوای نمیتونی اون آدم بده باشی و بنابراین کاری که میتونید شما بکنید رو داره تو کارتای بعدی به من نشون میده. داره به شما میگه که شما میتونید فقط فاصله بگیرید. تنها راه در رو از این که این حس بد رو نداشته باشید همینه. ببینید کارت 6 شمشیر رو میبینید، این اسبی که سوار این قایقه و دیگه داره میره، داره سفر میکنه، داره فاصله میگیره از اون اسبهای پشت سر. و بعد کارت دنیا، کائنات که ابرفرشته میکائیل رو داره نشون میده و اون حالت محافظتی که از شما میکنه. ببینید داره بهتون میگه که باید فاصله بگیری. اون جایی که احساس میکنی قدرت دونسته نمیشه محبتت رو کمتر کن، یا اگر نمیتونی، اگر تو مثلا اگه با یکی در ارتباط باشی عشق میکنی از محبت کردن، اوکی ارتباطتو کم بکن، چون میبینی که بعدن اون محبتی که میکنی جوابشو نمیدن دیگه، اون حس خوبی که بهشون میدی بر نمیگرده. باشه فاصله بگیر، توی این ارتباطه نمون. چون ببینید بهتون داره نشون میده که تو انگار وجودت با این عجین شده که اونایی که نزدیک بهت هستن رو از یک محبتی، از یک مرحمتی، از یک مهربانی و همدردی مملو بکنی. این رو میبخشی، اتومات به دیگرانی که نزدیکتن اینو میدی. پس اگر میبینی اونایی که میگیرنش لیاقتش رو ندارن، پس این دوروبریات رو تو باید عوض بکنی. این خصلت خوب در خودت رو نباید خراب بکنی. نباید بری به سمت این که بخوای بشی به یه آدم نامرد نامهربان تبدیل بشی، کما این که اصلا داره کارتا میگه تو نمیتونی که این کارو بکنی، نمیتونی این شخصیت رو عوض بکنی. اما با کارت های برکت ببینیم که پیغام چی هست و چه برکتی داره میاد تو زندگیتون امروز. و امروز هر روزی که شما این ویدیو رو ببینید میتونه باشه، یعنی فکر نکنید که این ویدیوها زمان دارن. هیچ کدوم از ویدیوهای کانال زمان ندارن. بریم ببینیم که چه برکتی امروز داره به زندگی دوستان من وارد میشه. لطفاً کارتا به طرز عجیبی دارن دور میخورن. A blessing for a mother. برکتی برای یک مادر. این دقیقا در راستای همون مهربانی است دیگه، همون حالت. شما ممکنه آقا باشید ولی اون حس مادرانه، حس مراقبت کردنه، حس نرچرینگ، حس محافظت کردن و رشد دادن و پرورش دادن یک موجوده. حالا میتونه موجود انسان باشه، گیاه باشه، حیوان باشه، کاری ندارم، ولی این اون حالت شماست، اون درون شماست که دوست داره این محبت رو، این بخشندگی رو داشته باشه و داره بهتون میگه که تو اگر جای درست این مادرانگی رو خرج بکنی، کسایی هستن که خیلی بیشتر قدرت رو بدونن. و البته که برای بعضیاتون دارم میبینم که اگر حیوان خانگی دارید
داره بچه دار میشه یا برکتی به سبب این حیوان خانگی داره وارد زندگیتون میشه. برای بعضیاتون هم دارم میبینم که دنبال باردار شدن هستید. اگر دنبال این چیزی هستید میتونه این اتفاق بیفته. داره براتون اینو نشون میده دنبال باردار شدن اگر که باشید. میخوام ببینم چند وعده به هم میگن کارت ها. به نظر میرسه 3 وعده. توی 3 وعده آینده من این خبر خوش بارداری رو میبینم براتون دوستان عزیزم. A blessing on your sleep. برکتی روی خواب شما. اگر جدیداً خوابتون بد بوده یا یه ذره ناآروم بودید، یواش یواش خوابتون بهتر داره میشه. و a blessing for solace and hope. برکتی برای آرامش و امیدواری. به نظر میرسه که اون حالت یخزدگی که تو قلبتون بوده یا احساس کردید که واقعا از رفتار آدما شوک شدید، یواش یواش اون داره آب میشه. این برف ها دارید وارد یک فاز آرامتری میشید از زندگیتون و امیدواریتون هم به آدما بیشتر میشه اگر آدمای دور و برتون رو عوض بکنید. ببینید دوستان، به نظر میرسه اون کسایی که دور و برتونن برای بعضیاتون آدمایی هستن که خیلی چیز نیستن، خیلی شکرگزار و قدردان نیستن. یه ذره این پازل دور و برتون اگر عوض بشه حال دل شما هم بهتر خواهد شد. به هر حال عزیزای دلم، این چیزی بود که توی کارت ها براتون میدیدم. امیدوارم که لذت برده باشید و من شما رو تا ویدیوی بعد به دستان خداوند آرامش و عشق الهی میسپارم. در نور باشید.